سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار مولوی عبدالشکور با سفیر هند در قرقیزستان، دیدار معاون اول وزارت دفاع از قماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود و گفتگوی تلفنی پوتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. امروز چهارشنبه 15 ماه دلو سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی عبدالشکور حقانی سرپرست سفارت افغانستان در قرقیزستان با بریندر سینگ سفیر هند در کشور میزبان دیدار کرد. سفارت افغانستان در قرقیزستان میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور، تسهیل ویزای سیاحت، گردشگری و سرمایه‌گذاری، همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کردند. ملا محمد فاضل مظلوم معاون اول وزارت دفاع ملی در جریان بازدید از قماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه با منصوبان این مرکز تعلیمی دیدار کرد و در این نشست تعلیم و تربیت منصوبان را از اولویت‌های وزارت دفاع ملی دانسته و بر اطاعت از اوامر رهبری تاکید کرد. معاون اول وزارت دفاع ملی همچنان برای بهبود امور و مسئولان این قماندانی توصیه‌های لازم را ارائه کرد. روند توزیع گندم و کمک‌های نقدی برای 1200 خانواده عودت کننده در ولایت فرا آغاز شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در این روند برای هر خانواده 5 بوری گندم و 5000 افغانی پول نقد توزیع می شود. و در اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگوی تلفنی انجام داد. دفتر اطلاع رسانی کاخ کرملین اعلام کرده که در این تماس تلفنی دو طرف درباره همکاری‌ها برای تضمین ثبات بازار جهانی انرژی و مسائل جاری بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کردند. بر اساس بیانیه کرملین همچنان دو رهبر توافق کردند که به برداشت گام‌های مشترک برای تقویت همکاری‌ها در سیاست، تجارت، اقتصاد و امور بشردوستانه و فرهنگی ادامه دهند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.